از قدمهات میدارن. در دست ملائک فقط موی سری تو و همون پا کف پای تو در دستش است. چیکارش میکند؟ وقتی وی برداشت خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه، بردارید و در جحیم پرتاییدش. خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه، اول در زنجیرها پیچانیدش، با زنجیرها پیچانیدش و بعد از آن تا که حرکت کرده نتواند، بعد از آن در جحیم پرتاییدش. کدام جحیم؟ کدام دوزخ؟ همان دوزخی که الله در قرآن میگوید سأصليه سقر و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیها 19. پروردگار میگوید ای محمد صلی الله علیه و سلم با بندگان خدا دوزخ خبر ده که دوزخ چگونه دوزخ است. امروز در زبان ما بسیار عادی رانده می شود، میگیم خیلی دوزخش میبرند، لیکن الله میگوید و ما ادراک ما سقر. این سوال هست که از عذاب دوزخ باز خبر میدهد، با اونها خبر ده که دوزخ چیست. الله بیان کرد لا تبقی ولا تذر، دوزخ جایی هست که از عذابش نه نجات میابی نه در عذابش هلاک میشوی. نه از عذاب نجات یافتن است، نه در عذاب وفات کردن است، هلاک نیست. چگونه که سوره اعلا پاره 30 از قرآن میگوید ثم لا یموت فیها ولا یحیا، در دوزخ مردن نیست، در دوزخ از عذاب پروردگار خلاص شدن نیست. لا تبقی ولا تذر. الله بیان میکنه دوزخ جایی هست که گوشت و استخوان تو را نابود میکنه. لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر. الله میگوید دوزخ جایی هست که رنگهای شما را تغییر میدهد، رنگهای شما را به رنگ سیاه مبدل میکند. لواحة للبشر علیها 19. پروردگار گفت من در دوزخ 19 تا ملائکه دارم که فقط دوزخی ها را عذاب میکنند. 19 تا 19 9 میشود 10. 19 تا فرشته دارم که همیشه دوزخی ها را در دوزخ عذاب میدهد. حضرت ثعلبی میگه جای تعجبش نیست که یک فرشته که ملک الموت است جان میلیون های روی دنیا را میگیرد، پس این 19 تا ملائک قدرت دارد که تمام دوزخی ها را عذاب دهد. قدرت دارد گفتند. حضرت قتاده در تفسیرش میگه صحیح این است که این 19 ملائکه که پروردگار در قرآن ذکر میکند این سردار ملائکه های دوزخند، اینها با و خود یاردمچی ها دارند، دوزخی ها را عذاب میدهند. کجا میبردهند؟ جحیم میبردهند. جحیم جایی هست که انسان گوشت و پوستش باقی نمیماند. الله در سوره نساء هم چی میگوید؟ میگوید کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. این معجزه قرآن است. این آیت الله را ببین چگونه زیبا بیان میکند. کلما نضجت به معنای پختن است. الله میگوید وقتی که پوست دوزخی در دوزخ میسوزد، وقتی که پوست دوزخی در دنیا در همون دوزخ میپزد، چی میشود؟ الله میگوید بدلناهم جلودا غیرها، در حال پوستش علیش میکنیم، پوستی نوش میگذاریم، لیذوقوا العذاب، تا که عذاب بچشد. اینا میگوید معجزه قرآنی است. چگونه معجزه است؟ ببینین همه وقت عذاب پوست میفهمد. پوست وقتی در بالای پوستی تو یک پشه حرکت کند، وقتی بالای پوستی تو یک مورچه روان شود، در حال تو حس میکنی تمام این رگ و پیوند با پوست ها چسبیده. اینا میگن معجزه قرآنی است که امروز علم طب هم کشف کردن که عذاب فقط پوست حس میکنه.
الله گو وقتی که پوست تو می سوزد، وقتی پوست تو می درد، وقتی پوست تو می پزد، بدلناهم جلودا غیرها، در حال پوست تو را ما عوض میکنیم. با چی خاطر؟ لیذوق العذاب، تا که عذاب بچشی، تا که عذاب تو حس کنی. چگونه ای که در پاره 29 قرآنم سوره قیامت باز در معجزه قرآن خدا بیان میکند که بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ما قادر هستیم، قدرت داریم که در روز قیامت تمام جسم تو را جمع کنیم از آنچه بنانا گفت پروردگار، حتی سر انگشت تو را جمع کنیم. امروز دیدن که سر انگشت در دنیایی که اگر انتخابات رود همون سر انگشت ها را رنگ میکنن و بعد در بالای کاغذ میگذارن، در کامپیوتر میگذارن. ببین به خاطر چی است؟ به خاطر که نوک انگشت پروردگار برای چیزی ذکر کرد، برای که آن خطهایی که در سر انگشت است در تمام دنیا اگر میلیارد آدم باشد، سرای خطایی که انگشت هستند در انگشت هستند اینا دیگرگونند، هیچ وقت از دو آدم یک خیل نیست. ببین در دنیا رنگ یک خیله هست، چهره یک زیله هست، ریش یک زیله هست، چشمها یک خیله هست، لیکن سر انگشت یک خیله نیست. اینا میگویند چی هستند؟ اینم از معجزه قرآن است. پروردگار در قرآن پوست های شما را ذکر کرد که میسوزانیم، زمانی که سوختن و پختن باز در جاش کار میکنیم، دیگر عوض میکنیم، در جاش دیگر میمانیم. از آن جمله بعداً چی میشود؟ وقتی که دوزخی را گرفتن و در دوزخ ملائک تیار است، یک دستش در موی سر و یک دستش در پای تو قپیده است. ثم الجحیم سلوه، الله میگوید باید پرتایید. وقتی که کلمه پرتافتن که آمد معلوم میشود که باید از بلندی در پستی میپرتاید. البته دوزخ هم در حدیث های رسول اکرم بار ابو هریره چی میگوید؟ میگوید كنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم اذ سمع وجبتا، بار با حبیب خدا نشسته بودیم که ناگاه یک صدای ترکیش، یک صدای چیز میکفیدگی باشد به گوش ما رسید که همگی ترسیدیم. فقال تدرون ما هذا، رسول اکرم گفتن ای ابو هریره، ای اصحاب من، آیا ترسیدید؟ گفتم بله ای حبیب خدا، این چی صدا بود؟ از صدا ترسیدیم. گفت ندانستین چی صداست؟ گفتیم الله و رسول اعلم، خدا و پیغمبر داناست، ما ندانستیم این چی صدا باشد. حبیب خدا گفتن هذا حجر رمی بها فی النار منذ 70 خریفا فهو یحوی فی النار الان حتی انتهى الى قعرها، روایت مسلم است. حبیب خدا گفت این سنگ بود ای بنده های خدا که 70 سال پیش این سنگ از بالای دوزخ پرتافته بودند، الان وی در قعر دوزخ رسید، صدای انا همون سنگ بود. گفت 70 سال با کدام سرعت این سنگ حرکت کرده است. شما تصور کنین عمیق بدن او را، چقر بدن دوزخ از روی همین حدیث رسول اکرم خودتان بها دین که چند کیلومتر این دوزخ چقری داشته است. حبیب خدا میگه یؤتی بجهنم یوم القیامت لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها. حبیب خدا گو روز قیامت انا همین دوزخی که الله میگوید، انا همین دوزخ 70 لجام دارد. 70 لجام، همین در هر یک لجامش 70,000 ملائکه کشان ویا به محشرگاه حاضر میکنند. یک ملائکه قوتش دنیا را چپه کردن است. در هر یک لجام 70,000 ملائکه. اگر 70,000 ملائکه ما به 70 ضرب کنیم 490,000 ملائکه فقط دوزخ کشیده میارند. برای کیها؟ برای کسانی کیا هستن اینا؟ کیها واردی اونها میشود؟
الله الحال بیان میکند. کسانی که در دنیا نامه اعمال را با دست چپ گرفتند، کسی در آخرت نامه اعمال با دست چپ گرفت. کیها با دست چپ میگیرند؟ ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسکین. الله بیانشان کرد اینا کسانی هستند که در دنیا مالدار و ثروتدار بودند، حق خدا را جدا نمی کردند. اینا در دنیا دولت داشتند، مال داشتند، لکن پروای یتیم بچه ها و پروای همسایه های فقیر و مسکین نداشتند. اینا در دنیا کسانی بودند که فقط این مال و ملک برای معیشت، برای سوار کردن دخترهای مردم، برای راحت، برای زینا، برای کازینو و برای گویم جایهایی که دخترهای عریان رقص میکنن، برای اونها جایها ساخته بودند. اینا از طایفه انمونها هست. اینا از کسانی هستند که دوم الله بیان میکند کسانی که در دنیا ایمان و پروردگار نداشتند. اینها مسجد یک جای خرابات می شماریدند. اینها قرآن پروردگار کتاب آسمانی حساب نمی کردند. اینها قبر و روز قیامت افسانه می دانستند. اینا کسانی بودند که در دنیا مبارزه با ضد اسلام می بردند. اینا کسانی بودند که نام مسلمان داشتند لیکن در خلوت علیه اسلام جنگ می کردند. اینا از همون طایفه است.